بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، صلات و سلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله. برنامه من انشاءالله خدا خواهد امروز محله یعنی سیبزار انشاءالله در خدمت الهی هستند. انشاءالله برای پاک کردن انشاءالله خدا خواهد طهارت خونه انشاءالله کار دارم بچه ها انشاءالله در ماه شریفی رمضان در دهه انشاءالله خدا خواهد یعنی مغفرت. الحمدلله الله سبحانه و تعالی از این برادر انشاءالله خدا خواهد راضی شدگی باشد. پروردگارا این ماه شریف مبارک رمضان به یک خرسندی به یک طاعت و عبادت از خودت پروردگارا یعنی برای راضی شدن خودت حرکت میکنیم. الهی از ما راضی باشی خداوند. در این ماه تمام مسلمانان دنیا تنی صحت خاطر جمع آبادی مکان فیض و برکات پروردگار عطا نمایی و خدا خواهد این ماه مبارک همچون مبارک با آخر رسوندن الله نصیب بداریم. مبادا در این ماه عمرهم با آخر رسیده شد انشاءالله دروازه جنت شادگی است به حساب و به کتاب این مؤمنان را الهی داخل جنت بگردانی. و آن برادرانی که مظلوم که امروز خدا خواهد در فلسطین زیر شکنجه انشاءالله ای کافرها هستند در این ماه مبارک فقط از خود دعا میکنیم پروردگارا بالای کافرها خودت غالب بگردان. آن کافرانی که برای نقشه کشیدن اسلام و قرآن حرکت دارند در نقشه هاش خودت نیست و نابود بگردان. و جز دعا دیگر هیچی نمیآید از دستم. پروردگارا امروز اجابت دعا است. دعای ما را اجابت کن. این مظلومان از این دست ظالمان خلاص گردون و این ماه شریف مبارک رمضان در همونجا مبارک گردون. به یک خاطر جمع اهل جهتی همونجا روزگیریشون اله خداوند خودت شرایط کردی از خودت التماس میکنیم و به خودت دعا میکنیم. بجز دعا دیگر هیچی نداریم. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.